ای خلق به کرسی تماشا بنشینید. انسان شود انسانتر از انسانی تئاتر. گیرند ز تو درسی ادب، گر تو بگیری درسی عملی ادبستانی تئاتر. قربانی کسی هم که بس دیده نمایش، یک عمر بود والا و پزمانی تئاتر. کانی ادب است و هنر و صنعت والا، هر مملکت باشد اگر کانی تئاتر. عالم که تماشاگاه اسرار الهی است، پایان جهان خود بوده پایانی تئاتر. ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ. گفتار ادبی را از سلسله رادیو تئاتر سر می‌کنیم. دوستان عزیز، حالا از این سلسله ماجرای سریپاده نام پیسه نورالله عبدالله‌اف را شنوید. این واقعه در همه جای روی داده می توانست. مثلا در تویخانه یا مردخانه، در صحرا هنگامی درو، یا در زواد وقتی تنفسی تماکو کشی. ولی مؤلف جای دیگری را انتخاب نموده است. چرا؟ شاید انتخاب مؤلف تا اندازه جایهای در بالا نامور شده را در خود تجسم نماید. یا احتمال این جای برای مردم ما بیشتر آشنا و نزدیکتر باشد. باز کی می داند؟ اینک جای انتخاب شده سری پاده. چون 1000 سال پیش سریپاده جایی است که سحر صاحبی مال گاو و گوساله بز و بزغاله‌اش را برده به پادبان یا آنی که امروز نوبت پادبانیش آمده است می سپارد و بیگاه در همین جای برابر سپاریدن مال مردم پادبان نوبتی از وظیفه‌اش سبکدوش کرده می شود. اصلا آدمان نه تنها برای مالشان به سریپاده می برایند، گپ در آن که مردمی دیهه در سر پاده امکانیت مبادله افکار دارند و به عوضی به پادبان سپاریدن مالشان صاحب یک دسته اخبار نو می گردند که آن چون 1000 سال پیش از آوازه و تهمت و اغوای و واهمه های بر دروغ خالی نیست. چه علاج؟ فعلمان همین خیل. به اغوای و تهمت زیسته نمی توانیم. اینش را هنوز یاد نگرفته ایم. پادجای این قشلاقچه خرد کوهی در بیرونتر دیه جایگیر شده است. یک چند خرسنگ کلان گویا محض برای آن از کوه غیلیده به این همواری فرامده است که زنان و دختران دیه اشیای خامی در همین پادجا جمع کرده شان را تپک ساخته به تن این خرسنگ ها بیزنند. حالا تیر ماه است. شاید برای همین در تن خرسنگ ها تنها ایزی مهنت زنان و دختران دیه باقی مانده است. آنها وقت یافته اشیای تیار را از ترس باران کنده به خانه بردند. به این میدانچه بغیر از آواز حیوانات خانگی و شرفه دریا، شمال گاه گاه صدای رادیویی را می آورد که صاحبش خاموش کردن آن را کیها فراموش کرده است. سحری بر وقت مردمی دیه یگان یگان مالشون را به سری پاده می برارند.
موافق خبر آب و هواسنج‌ها امروز در جمهوری هوای کم‌ابر به بارش در نظر داشته شده است. در ایوج گرم، در پامیر از آن هم گرمتر. در ولایت خلچوب در دست غور پیدا می شود. باران می بارد. ویا بینا وای دختر نه یک بلا نمیماند که همان گاهی بیچاره قضای حاجتش به حضور کرده گرده. ترو خشکش را به زمین نرسیدن نمیماند. این تقاره را به تک دو مست میدواند و راست از هوا داشته میگرده. یک بلا با آب و هوای نامساعد نگاه نکرده کوشش دارند که هرچی بیشتر خاشاک درشت جمع آوری نمایند. شبچه را بازی کنان کاج می آید. غور چه خود به خود غور میکنی؟ هوا را میگویم ویران میشدگی بری. تیرما ممکن باران بارد. حالا نصفی علفم در دشت. ویا بین نمیماند که به زمین رسدی. وای که به زمین رسید نصیب دخترانی تو میشود. تا پول داده خر چارنل کردن با دخترانی بیچاره 3-4 تقاره نو خریده دی جان تنگی میکنه. توی کجله فکر خواهد هم بینیت برای یگان جای راست نداره. حاضر دوری خر. تو میدانی حاضر نرخ این جانور چند سوم؟ من همگی یک خر دارم و دختران باشن خدا با شکر 8-9 تا. راست میگویی غور؟ تو 3 دختر؟ این هدایه چی بنا زده باشدن؟ سهرقتی اینقدر سراسیمه؟ وای همیشه سراسیمه. گورانه در دست هدها پیدا می شود. باشه حلال مرده باشه. هدها یولغت بلند کو. سهرقتی گاوی بیچاره از دواندن سوزاندی چینچی هست؟ چینچی میده. همین شب کینای کی دید؟ همین شب احوال کروزی بیچاره چی شده باشد؟ احوال خروزی کی؟ خروز نه غور، کروز از کینای سانتا باربارا. شب پیشنگی دست و پای او را بسته به کدام غور پرتافته بودند. اگر به چقوری پرتافته باشند دست و پایش شکسته مردگیست. به چقوری نه، به غار. تو هده مردکی بیچاره نکش. غار کی باشد؟ گوش کن چقوری این خیل می شود. چا غار انا این خیل برکی. فهمیدی؟ خودت را چی بلازتی ندیده ماندی؟ یا آن وقت در تلویزیون توی ینگه دیگر چیز نشان میدادن. من به پایان با قشلوک همسایه رفته بودم. کنسل میشود گفتن. رفتیم که کنسل نیو تیاتر بوده است. تو یکیسی شب شیشتیم. بعضی ها را خواب برد. کری شرف پینک میرم گفته کلهکی از بالای استاش آمده به زمین زد. کری بیچاره توی چیزو تماشا چی؟ میموری در خانه از چینی گوشهای از بالای از نمیشتند. درست. بعد به خیالم یک ارتیستش همراه معلم به قشلاق ما اومد. از روی گفتی مردم شکار را دوست می داشته است و جوره معلم بوده است. گفتگی بریم یا رفته کینو رو از معلم پرسم. معلم در نام جانم خودش هم از یگان ارتیست کمی نداره. راست. اگر به خودش هم صحبت یافته باشد سهر در خواب موندگیست. وای بعدی که من سر کردم تا تاریخی تاجیکان پره نقل نکند هیچ کس را از جای جنبیدن نمیماند. وقتی از اون 1-2 میل تیقکی به طرفی کومه رفتن خیالم معلم و مهمانش بودند. و تو در تاریکی وقتی از آن چطور آنها را شناختی؟
من در روشنی ماه دیدم. روشنی ماه؟ او انا درباره خروزت از نو پرس. وای دیدگیست. این نوه ما ساعت 10 از خواب خیز زدم، قواقش گیراندگی. هده یگان کار وقتا سری مردم گرن میکنند. گفتارمان را از سلسله تاریخ نیاگان آغاز می نماییم. حالا ما به شما از باب تشکل، نشء و نما و شکست دولت زمان پر اقتدار گذشتگانمان صحبت خواهیم کرد. دسته بیل در دست نوح می آید. بیا حضرت نوح، چه احوال داری؟ گوش کن، تو شب در خانت بودی، همین کنایه. امروز پوده نوبت کیست؟ چرا هیچ کس مالها را جمع نمی کند؟ دینا نوبتی من بود. امروز نوبتی تاج خروس باید باشد. تاج از کجا میابی؟ تاج 2 هفته پیش با اسسر با مردکاری را. کجا؟ با بسرات راسیا. ها راسیا. تاج مردکار شده باشد، پوده را امروز کی میباند؟ جیک. تاج نباشد جیک. آخر وای اکرامی جیک. نو چرا قواقت آویزان؟ یا باز باینگا یگان راونده؟ با قواق من چی کار داری؟ تو قوش و قواق هوا رو بین؟ دیدم. تابستانی دراز 20 بار با مردم گفتم که ای مردم بیایید هممان جمع شده ساحلی همین دریا رو سنگ چینه. نباشد این دفعه سیل آمده تنها عاقل و کاهدان مرا نه تمام قشلاق را شسته میبرد. یک کس دوپا نشد. اکنون هوا رو بین. بله، انا من برای همین هم انا با بلندی با بالای علاوه تپه برآمده خانه ساختم. کسی که خانهش در لب آب باشد خودش حسابش یابد. قید گردیده است که سالهای 819 820 نبیره های سر اولاد سامانیان به یک قطار ولایت‌های آسیای مرکزی از جمله نوح به سمرقند، احمد به فرغانه، یحیی به چاچ و استروشن، الیاس باشد به هرات صاحب شد. خیر سرتان و روغنتان، من مرده و شما زنده. حالا میبینید که با این قومی که امروز در قشلاق مانده است این ملک 1000 ساله را در سگجکش اول سیل میبرد. من گفتم شما شنیدید. من میرم. تو حد اینقدر واهمه نکن نو. کنی یک دم صبر کن مردم جمع شوند. حدها واهمه کرده رفتن چی در کن؟ درست. شاخه چوبی در دست واهمه پیدا می شود. من چرا واهمه کردم ها؟ چرا واهمه کردم؟ یا از بغل زنتون نخسته در رو گپی مرا گم میزنید. تو هم واهمه نکن واهمه. حدها نشو. من واهمه نوح را گفتم. کنی یا یک چسبانی ما درست. دینا در پوده گواد نمیتوفت. بعد شنیدم که وای از پوده گریخته است. کجلا دینا پودبان تو بودی و گریختنی گوی منه از دهانی دیگران نشنوی. توبه با کثافتی تو با مکران خوب زن و زنی کردی. واهیما مکران چی گناه داشت؟ مکران نه گو بعدی از پوده گریختن به حولی مکران در آمده 2-3 دانه پمدورش رو زیر کرده است. مکران برای همون 2 بوته پمدور قریب عالم رو با سرش برداشته با خانه من آمده است. انا کنی مکران خودش حدها به طرف ما آمده است. تو واهمه به امید شاخچه دستت نشو. یا که دستی مکران دیدی؟ اگر وای با تو باز نیت زنازنی داشته باشد تو بهترش حاضر گریز. جاری گردیدن حاکمیت مطلق و برهم خوردن جنگ های بین خودی داخلی اسماعیل به تامین نمودن بیخطری دولت از هجوم دشمنان اجنبی مشغول شد. تیاق در دست مکران آمد. مکران؟ ما تو را آدمی خدا ترسی خوب گفته میگشتیم.
تو برای 2 بوته پامادورت رو زیر کرده دی گو آدم کش میکنی؟ آخر وای گو آدم نیکو. من کی را گوشتم؟ واهیمه رو آمده در روی خانهش بیچاره رو. من گاو واهیمه رو از حولی نیه؟ از دشت از نزد علفی درویدم یافته آوردم. ای پسرش منو به خانه تکلیف کرد، خیلی در آمده چای نوشیدیم، یکان گپی پست و بلند نگفتیم. واهیمه خودش در خانه نبود. سلام علیکم. تو کجا آمدی واهیمه؟ و علیکم السلام. گاو کوی رفته بودم، زور مونده شب شاخبندش رو کنده از حولی برآمده رفته است. تو واهیمه تگی گپ و کار ندانسته حدها یک واهیمه میکنی که زن گنجش خوره شلاق بدونه شد گاور خودش از حولی برآمده رفته است و تو از نوبتی پوده ای من دست و دامن گیره واهیمه. گوش کن مکران، گپی من به این مردم نگذشت. بیا همین کار تو راهبری کن. کدام کار؟ آخر همین لب دریای خودمونه. ای تو حضرت نو دفعه گذشته وقتی که سیل آمد از اوغیل و کهدان و گاو و بوزت خلاص شده بودی. این دفعه اگر دریا خیزد توی همسایه هایتا سریبات شسته میبرد. حالا هم سری وقت کوچیده ها بالاتر برا. خدا نشان ندید این دفعه سیل بیاید نصف قشلاق ولنگار می شود. مشغولیت اساسی مغولان کوچمنچی، چارواداری و شکار بود. قبیله های مغول همیشه برای تاخت و تاز تیار و منتظر فرمان خانشان چنگیزخان بودند. ریسمانی دراز و تیاق در دست بنگی می آید. برزگاه من این شب در آقل کدامتان بود؟ تو حدها عصبی نشو بنگی، بوقت در آقلی من بود. من به وی یمی نغز هم دادم در خانه خودت وی. من 10 بار به همتان فهماندم گاوی کدامتان که بوقت طلب شده برزگاه رو از پسش به خانه اتان برد آمده به من خبر ده. من بهوده کافته نگردم. این مردم قدری نیکی را نفهمید که نفهمید. یا نوزم بالله، اینش باز چی بلا بوده؟ این شکل و سمات بینو. این آدمی طرف های ما نیست. باز در قاشی زینش 2-5 تیرا آویزون. من نمیفهمم با یک آدم اینقدر تیر و کمان چی لازم؟ آدم تیافتی کاج وای دیوی تپا تیار. من چند بار گفتم که همین پادجایمان پیشتر مزار بود، هیچ کس باور نکرد. اردوی چنگیزخان به کسی رحم نمی‌کرد. آنها یکسر همه را از دم تیغ می‌گذراندند. شکم زنهای حامله را چاک کرده طفلشان را سر می‌زدند. نهایت اسب ایستاد و پس از لحظه مردی تنومند در لباس سرباز چنگیزخان آمد. موی سری سرخشتابی او به کلاه مغولی اطاعت نکرده چون سیخهای جیره به بیرون زده برآمده است. ریشی تارتاری کوسه و قاشهای تنک و قواق وزنین این مردی عظیم جثه را به کدام یک قهرمان افسانوی مانند کرده است. در میان شافی دراز و کج، در یک دست میلتقی 5 تیره و در دست دیگر قمچینی غفص و درازی دارد. مردی ناشناس برابری پیدا شدن با چشمان تنگش زود همه را از نظر گذراند و بندی را به نزد خود خواند. کنی اینجا بیا. سلام علیکم. من؟ تو خم شو.
گناهتان را میدانید. من به شما میگویم زمانی وقتی که خداوند به مردمان رزق و روزی و نصیبهشان را تقسیم میکرد، قوم در سری پاده تا پیشین لقیده غیبت همدیارانشان را کردند و از همه دیرتر برای گرفتن روزیشان آمدند. خداوند با آنها گفت شما دیر ماندید. من به قوم عقل و خرد، به دیگر علم و معرفت، به سیوم دین و دیانت، ثروت و دولت، عموما هر چی در اختیارم بود دادم. دیگر چیزی نمانده است که به شما دهم. بعد ناامیدی آنها را دیده چوبی که در دست داشت شکسته به مردم نو آمده تقسیم کرده داد و فرمود که شما مین بعد با این چوبها چون خرانی لوند و ناکاری همدیگر را خلا میزنید و نجاست یکدیگر را کافته بویش را میبرارید. یعنی همه دست چوبدارش را بردارد. همه اطاعتکارانه چوبهایشان را برداشتند. انا همان قومی دیر مانده شمایید. تو زود میان بندتان را کشاده دستهای آن سه کس را بندید. مستحکمتر. من بعد خودم تفتیش میکنم. اگر سست بسته باشید کله‌تان را کله گوسفند برین میگیرم. شراره این بدبختی پاش خورده، تمامی ولایت ها را فرا گرفت و باد سمومی همدیگر نافهمی روز تا روز این آتش را می‌کشد. اکنون تو دستای آن دو کس را بند. دهقانان و کاسبان باز مجبور بودند که برای سربازان چنگیزخان خانه و در سازند، آنها را خورانند و کشتند. از جات خیز. تو دستای او را بند. با رسمانت پایهای همه‌شان را بند. اندازهای بی آخر و غصب مال و منال مردم دست و پای کاسبان و دهقانان را بسته بود. تاخت و تاز مغول و پاسبان مرکزی. اکنون خودت به نزد من بیا. انا همین طور رفته به نزد دیگران شین. انا این طور من پایهای تو را میبندم. در نتیجه غارت و سوختارهای بی آخر شهرها ویران می شدند و مردم روز تا روز قشاق و ناتوانتر می گشت. پادبانتان کیست؟ این مالها را من برده به ارواح پدری شما بی پدرها خدایی می کنم. تا آمدن من اگر یگان تاتون از جایتان جنبید، دیگر از زن و فرزند، اهل عائله و خویش و تبارتان امید نکنید. کسی یگان نیتی بد داشته را من خودم گو بر این کشته بد پوست میکنم. عموما از روی گفته ابن خردادبه عبدالله طاهری بغیر از پول زیاد 13 اسب تازی، 2000 گوسفند، 4000 بز و گاو زیادی سپرد. که اقلا دهان کشویم. حده همه را بست. چه خیلی دهان نکشوده. بله بانگی وای اوچا جان میبورم گفتو کم. بانگی همین رسمانی دراز را از همین روز آوردن تو شرط بود. همه گپ زنن تو خبشین جهل ما نبیار. اگر همون مادگاوی قنچقت برزگاوی مرا نمی برد، حالا با این رسمان همه امان را بوز بری کوکر نمی کردن. مالهایمون را این مردک ناشناس برد، قشلاق را سیل می برد. آی مردم بیایید یگان فکر کنیم. قیام همی بف اومیدی فکر کنی نشاو. نه بای از زن و کودک و خانه و درد بمانی. وای دیو بود دیو بلا
بود. چی گفت؟ خودت شنیدی کو؟ من 10 بار من شما گفتم که همین جای ما بستگی ششتگی پیشتر مزار بود. قبلگاه هم میگفتن که اینجاها جای شهید اعلاست. بیا یک دم جاغتان را بندید، یک آیت برای روح ارواح خانه. راست در نام پاکت جانم مکران، همین تو نباشی ما را شب در صحرا گرگ میخورد. سر کن مکران جان، برای ارواح گذشتگانمان یک آیتی بزر بگیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یک دم ایست یزنا، ای خلال نرسان. خوب فرض کردم آیت خوندی، او دستهایت بستگی با قبر پدرت مؤمن میکنی. راست دست و پای همون دست و پای کروز برای بستگی. واقعا مکران تو خبر نداری کروز رو چیکار کردن؟ خبر دارم. کروز گفت که شما پدر لعنت ها صدقه آیت شوید. از روی گفته چند چوی پس از تاخت و تاز مغول از 4 حصه مردم را گدایان و بینوایان تشکیل کرد. جای قمچین سوخته ایستاد از بنگی؟ البته میسوزد. ترپوستش تمام قشلاق شدید و تو هم هده قدر واهیمه نکن. واهیمه هده تو بگمونم خواتیری که بنگی علم عیسی رو از موسی میگیرد. سببگار گاوی تو کو؟ اگر دستان بنگی کشاده می بودن حالا همون تیاق یرغایی پشت تو را هم انچه سیله میکرد. الان کیروی تماشا کردن میشد. از زیقی هم مردی. همین گپای هم بیهوده را مانتان مردم. به هر حال کی میداند که این مردکی آمدگی کی بود؟ آدم بود، جیب بود، پری بود، چی بود؟ همون روایتی که به ما گفت چی معنی داشت؟ میدونی مکرون، با گمانم چوب‌های دستمان با وی معقول نآمد. چوب نباشد مالت را با چه حی کرده به سر پاده میبراری؟ عجب مردمی، برای چوبی دستتم آدم را کمچین کاری میکنندی؟ مردم ما تا که اینجا میشینیم دل من تنگ شده ایستاده است. وضعیت هوا ویران. وضعیت هوا ویران و وضعیت ما ساز. یک گپ هایی میگویی که خر ناخونه میشود. ناستا این طرف پرتا واهیما با کجایا زور باشه خودت آمده از کیسه جلکم گیر. آن نازفروشی قشلاق خودت بنگی و یک عمر داشتی دیگران رو میکشی. یک مردک از همسایهش پرسیده است همسایه روغن زرد کهنه دانی؟ دانم گفته از همسایه. آخه کم تدیه پرسید از مردک. نمیدی هم گفته از همسایه. چرا؟ حیران شد از مردک. اگر من آن رو به هر کس دادن میگرفتم این روغن کهنه نمیشد. گفته از همسایه. ای بنگی ما هم از روی همین گفته عمل میکنم. دیوانه به کار خود هوشیار. بنگی از وی هوشیارتر. یک ناز پرسیده به بلا ماندیم کو نصف قشلاق از ما ناز قرض میبرد. چیزی نگفتیم. برزگاومان در خدمتتان. برای یک دهان ناز تنه و روایتگوی یا بینو. یزنه همین خیر بنگی. دنیا بنگی آخر ناز چه خیر میگیری؟ انا باز من زار مانده هم در کدو نه در خالته. خودی ما رو هم کیف ناز گران کرده ای و لیکن چیکار کردنم رو نمیدانم. تابستانی دراز تو مکران
پمیدار آب میدهی و یک بار فکر نمیکنی که جوبارت از حولی من میدهی. در آسیای مرکزی اینچنین کدو، بادرنگ و خیل‌های گوناگون خربوزه که در آن زمان بهترین حساب می‌یافتند پرورش کرده می‌شدند. روستای نسا با باقله خود شهرت دیگر کس میبود کی پروای پمدورهای تو داشت. جوبارت را کیها آب شسته میبود. تو باشی یزنه شده ایستاده در حق ما روایت بافی میکنی. بنگی توی یکم کسالقپی او مکرونی بیچاره فقط یک لطیفه. لطیفه نگویم. همین که لطیفه های بیزه بکی در کار. چی؟ من یگان بار به خانهش روغن طلبی رفتم. شکر روغنی خودم به چند پشتم میرسد. پشتی خودت را هم از خاطر نبرار بنگی. میگن که روغن زرد کنه برای پشتی خمچین خورده فایده کلان داره. کل هم زد و کور هم زد، پس مانده کلوخ هم زد. به تو گبزنیه کی مانده است؟ دو بوز از خش و تباره تلبیده گرفتی؟ تو چه بدانی همه میزنی؟ چه در این معرکه کی خوشه این کرد؟ اکنون یک بنگی در سری ما من حالا چی حالا؟ تو همه رو با چی گناهگار کردنی؟ جویبار یک جویباری من نیستی خشناق از آن جویبار استفاده میبرد. اگر ویران شود هم فقط از دست کودکانی هم بیسری تو ویران میشود. روزی دراز آب رو حرام کرده میگردن. مردمی بیچاره از دست آنها بداد آمده از خود دریای کنار رفته آب میبیارن. در دوره سامانیان با آب تامین نمودن بخارا خیلی عجیب است. در روزی زر درغاتی ساخته بودند که به واسطه آن سطح معینی آب نگاه داشته میشد. درست. لیکن همین گپت راست مکران. من در خانه به همه فهموندم که روزانه حداقل از جویبار آب نگیرند. فقط شبانه بعد قرار پای مردم. دیگر شبانه هم نگیر. اگر آب گرم کنی فراموش شده باشد بنگی خودش هم همراه ینگه در همان جویبار شبها یک کله خود زده برآمده مشکل، خصوصا بیگاه جمعه. من گفتم تو یگان بار قبیدی هده ها؟ نه، من آخر یک آگاه. حالا صبر کرده ایست، من توانی بوقه را از تو میگیرم. تو بنگیه برای همان بوقه هم میانت در نکرده است. رحمتی پدرت مادگاهی که من به سقوم خواهرت برده بودم گرفته جانگاه کرده و مردم باید گوشتی یک گوشتانه تیریقی گوزلان. اما بوقه که تو حالا ادرای آن کتگی میکنی از اولاد همان سقوم من بردگی است. همان رحمتی هم از بیامکی خر اما گفته تو را داماد کرده گیری. اگر رحمتی همین کار نمیکرد تو فلاکت همان دخترت به بنگ میزدی یا در قمارگاه میدادی. گپ چقر رفت نوجان، بیا با دهانت میگیری با دندانت میگیری همین نسخلتا را از کیسه جله که من گیرم. دهان این مردمی ما رو اگر همین ناس نبندن اینو هم دیگر را میخورند. من از ناست هم بیزار و از ناس کشتم. من میگیرم. من بیا طرفی من خواب شو. من میگیرم. وای رنگی دست و پایم خواب برده است. چنان هم دیگر را سخت بستیم که گویا یک عمر دشمن یک دیگر باشیم. دشمن نه، از ترسی جان. بینیم با کیسات نمیدراید. بیانگه نگفتی همین کیسات را کلانتر دوزد. وای بینیم در نام از جونم بینیده زاغنول فرهاد کوهکم بر این یک طرف خم زدگی. آخر فرض کردیم ناس را گرفتی و بعد ناس کشا همان را چی خیل به دهانشان میریزم یا با خلطاس بخورم. هوه میکشم. الله اکبر. این چه بلا بودم؟ یا قیامت قایم شد؟
خیالم نیم قشلاق برباد رفت. گریزید مردم گریزید. کجا میگریزیم؟ چیه؟ من تو کار ندارم، لیکن خیالم آواز از اون طرف دریا از نزدیکی خانه غور اومد. یا مکتب را ترکاندند یا زمین کشتی مرا. زمین کشتی تو در کجا بود؟ از مکتب خیلی بلندتر ها در بالا. ایستا بانگی، تو چی کاری دا بودی؟ من؟ وای هیچ چیز. من هیچ چیز نکاریدم. تو گاوها پمدوری من رو پامال میکنه. دمت گیری از نه. این مردم قشلاق رو چی بلا زده باشد که یگانتاش به این طرف توب نمیخورند؟ با فکر من هیچ جا را نترکاندند. با گمانم این تندر بود. رعد. در تیر ما رعد و برق تندر چیکار میکنن؟ آغازی بغار نیکو. من نگفتم این رعد و برق. ای مردم، از ششتن ما هیچ فایده ای نیست. خیزید یگان راه یافته از این بلا خلاص شویم. از پس کار ما رویم. کجا می روی؟ مردنی؟ تو هم من بر این دو سه قمچین میخوردی عقلت میدر آمد. بعد خوردن قمچین در آمدن عقل تو در معلوم شده ایزاده. مکرون قهرم نبیار میگویم. شد سراسیمه زنی می آید. تو از کجا پیدا شدی؟ ایستا که دست و پای تو رو هم بستن؟ باز چی کار کردن؟ سیاه سلامت هستی؟ گودک ها چه عمال دارن؟ در قشلاق چی گپ؟ این ترقصی چی بود؟ اوی گپی مردم راز بود است. باز من باور نکردم. بازنی واهمه قلی بود که جنگ کردم. کدام گپی مردم؟ تنی درستر فهمان در قشلاق چی موقعی است؟ زنها گفتن که در سری پاده شوهر رو عقد گستم برای بسته پرداختن. یک هردی ما رو نیکاخی همه ما رو بستن. چی اونها بسیاری بودن؟ آنها روح غلامی را از خود دور کردن نتوانند. نیکم آنقدر بسیار نبودند لیکن ما ترسیدیم که با باید دیگرانشان. میگویند که باقی مانده هاشون در طرف دیگری قشلاق بودن. همه رو علاو زدن، مول و حالشون رو بردن. معلم رو با علی اویلش با کجای بدرقه کردن یا کشتن. اینش حالا انیق نمیدونم. وای دادی اینها معلم کشتگی. انیق کشتگی. تو باز واهیمه را سر کردی. این واهیمه نه، این انیق. اینها معلم کشتن، مال و حالشت ترکه کرده. چی هماتون خودتون را با کوری زدید؟ یک با خاطر بیاره اسب تگی پای همون دیوی آمدگی اسبی کی بود؟ اسبی معلم. اسبی معلم کی باشد پس خودی معلم را چیکار کردن؟ کودکای من چال داشته باشم؟ کنی سرک تو درستر فهم این گپ ها رو از کی شنیدی؟ این خبره با من زنی واهیمه آورد. وای میگوید که در قشلاق همسایه یگان آدم زنده و مال حال نمانده. در خانه خودمان چی گپ میگویم؟ شکر تیج حالا به طرف های ما نامدن. مردم میگوید که کسی که شما رو از بند آزاد کند آنها دست و پای زنش را بستن یا میبردن. همین گپ ها روز باشد دستانتان رو کشوید. نه ما جایمان ساز شکر تینجیم. چرا خود از خانه برآمدی؟ کجا روانه ای؟ گفتم که هم شما رو خبر گیرم و هم کودکان اکم رو رفته بینم. چی؟ برکه بیانگا از کیسه جیلکی واهیمان نوسش رو گیرو یک کافی بدهانی شوی تو اکات ریست. اول از جنجال آنها خلاص شدین. من نوسه میکشی لیکن حاضر حده از جنگ ترسیدی. من نوس میکشم لیکن یک کسی نیست که همین
کدویم رو از کیسم گرفته یک کف به دهانم پرتاید. ما هم در همین خیالیم یا امیرالمؤمنین. حدها باشی ینگه، کیف این پدر لعنت از عذاب گل هم بدتر بوده است. چی؟ همه تو معطل اومدنی من بوده تو؟ آخر دست و پا نداشته باشیم چیکار کنه؟ بیا همین ناسی مرا گرفته با مردم ده کشند. مایلش تیز زنک با همشون کشند. مگه بغیر از اکد بنگی خودش ناز فروش. کنی؟ دهانت رو کشو. همه قدرش بس؟ کم تری دیگه الهه کنی انگه. پاک شو. قدر باشش نیده یا با هم قبل هده دهانت کشو. آنه غور تو هم تیار شو. حاضر به دهانی تو میریزم. برکه بکلین همه قدر کارو حدها گرم شده موندیم. غور کشو. چیه؟ دهانت رو. دهانم من میریزم. ریز. همه آدم اگر دست نداشته باشد نازکشی هم دشوارتر میشده است. خوب کلای زور داشته غورو لیکن دیر کار میفرماید. اکا با من نگفتم من خودش ایلاج جافته کشم. اگر باز یک قدم دیگر به اکد نزدیک شوی من تو رو چی کار میکردی؟ تو کثافت صدقه همین خیل زن شوی. یا تو با شمایان رو باز چی بلا زد؟ من دست و پایم کشاده میشد که با این شوهر نیم کمولایت دیگر خیلی گم میزدم، لیکن افسوس خودی مکران هم از همین استفاده برده ایستاده است. برای همین هم هوایش برند که دست و پای تو بستگی راست نباشد موشی مرده بر این دمش نمیبرابد. چی دیگر وقت جوی جنجال میکردگی نیفته؟ کدوی خودتان کنی اکا؟ ناوردم. آدم اگر مردنش را میدانیست با جای ناس اسمان این دراز را گرفته بسری پاده نمی آمد که هم امرا رو کلو کرده بنده. شد تو هم بسیار تیزی نکن مکران. بیا های کیسه من کدوی ناسم را گرفته اول به دهانی خودم ریزو بعد برده به اکا ده. مایلر با کاشته تو ناس نمی کشیدی کو؟ آهسته تر بسیار چخور نرم. فای کدو نه کدو در کیسه دیگرم. این کیسه هم شکاف. قاجی خپکه همین توی چی و ناس کشید چی؟ یک دهانی خوشرویه. یا ما از کی کم؟ از همه تو کم یافت. دهانت را کشو. بزند گوی که کیسه رو دوزد. باز ناز کدویت رو گم نکنی. ناز کدویت ارزیدنی. با ناز کدوی دیگران چیکار داری؟ مرا نازکشی نمیمانی و برکت نته گفتم را از پای کاری خودم شم. یا توبه شمایان دیوانه پیمانه کنه شدیتون. مایلش تو حالا از پای این کار نشو خواهر. من بعد علاج هر دویشان رو میابم. تو بهترش رفته کودکانی مرا خبر گرفته بیا. اگر به طرف خانه تو قدم ماند من پای زنم میخینم یا در خون همین جا استغفرالله. بیارایدی نکن مکران. های نیم چمولای مکران دوست، اگر دست و پایم کشاده میشد از بیازنگی مورم هم تو را بوغی کرده میکشتم. فلک زند شما خونه شیرانی میدان غریبه چی بلا زد شما نه؟ تمام اهالی شهر را نابود کردند.
کاسبان و زنان و دختران را به غلامی بردند. درغات آمو را شکسته شهر را زیر آب. ینگه جان برکه یابی، بیا همین دستای ما رو کشو. من دیگر با این دیوانه ها در یک جا نشسته نمیتوانم. من میروم. تو با کجا میروی؟ به خانه میروم. من دیگر نه عاقل دارم و نه مال و حال. 2-3 بوزی تلبیده داشتم که آنها را هم وی مخلوق به ارواح پدرم برد. رفته کودکانم را عذاب دورتر میبرم. اگر برای همین آمده مرا کشد اختیارش. شما پروای قشلاق نداشته باشید. تو حدها نشو نو، این کاری آسان نیست. او وای دیو اومده بیند که تو نیستی، باز همه ما رو از دم تیغ نگذرانه. راست نامعقول کردی حضرت نو. یعنی که تو قشلاق دوست به حضور رفته در بغل زنت خواب میکردی و وای بلا آمده ما قشلاق نو دوستان رو میکشته هستن. باز یک خودی مرا نه وای به آیله همون هم. آی نه تو بسیار از خود نرو. او گردنی خم را شمشیر نمیبرم. ما هم آیله روزگار داریم، او زندگی داریم، او خواتیریم. دیگه هچی آخه من طاقت کرده شتم کن. درست او سنگی وزین را آب نمیبرم. ناشکری زندگیتان. من به شما چیکار دارم؟ 10 بار گفتم که علاج همین دریا را یابیم. شما با جای علاج یابی خانهاتان را از قشلاق گرفته گریختتان. اکنون هر کدام چغز برین سری تپه را با خود وطن کرده گشتتان. سنگی وزنتان همین است. حتی بیگاهان از ترس راه خانهتان به مسجد آمده نمیتوانید. گردن شمشیر نمیبرینگی باید چون سغر از آب گریزد. در رو همه را برابر گناهکار نکن. نو شخصا من اگر شب ماهتاب شب باشد و برف باران نباریده باشد فرامده به مسجد می آیم کو. باز چی میخوردی؟ آی زنک رو تو بلغلق اینها گوش نده. به خانه رو کوه گوش شده که گیرتا به کوه برام. ما در پیشانه همون چیزی نوشته شده باشه. همون رو ببینیم. در پیشانه شما آنچه نوشته شده است که حسن خطش علکه در پشت بنگی هست. های نو با دهانت نگاه کرده گپ زن. چی در پشت من گل شکفته است که همتون به وی چسبیدیتون؟ چرا دمی تو نمی براید؟ کجی کم یافت؟ جاغت بستگی؟ آفرین ما قریب مسئله دوغه از خودتی برآورده بودیم. گوش کن مکرون زن. وای آخه زنی مکرون اگر در راه و خونه ما یکان کس را خودی گوی که با ما یکان کوزه آب بیارن گوشنگی هم موزیم. یک خیلیت در بین ما یک آدمی بود است که عقلش به همین کار میرسید. رازنک اگر در قشلاق یکان مرد مانده باشد گوی که به ما یکان چیزی خوردنی جمع کرده بیارن. اقلا پیش از بردن شکم با مالو سیر کرده گیریم. من گفتم که کوچ کم یافت ناسکدویش هم زر. رفت که با کم کن زر. انا باران هم آمد. در جمهوری هوای گرمی ببارش در نظر داشته شده است. واه از گریبان جلکم تا دمغازم آب در آمد. خدا زد بیایید هممون خودمون رو با پوشت پرتاییم. اقلا با تگمون آب نمیده رایم. آیا انا همیتر وای دیو برای با پوشت پرتایی ما رو جنگ نمیکرده گیست که امان واهیما یک دم بی جنجال شدیم. بهتر است من برای گردنتان رو بدرون کشید. دیگر با گریبانتان چیزی نمیدر آید. هیچ کس از گویش نتونید. آنگاه تگمون هم حدتر نمی شود. عالم گلیستا. کنی از نه همون آیتی میدانستگی تخون شاید در بالای سرمان یکان پلتکه پیدا شود. خدا گوید که ما خدا زده های زمین دیر پایمان نکوچد. مردم با گمانم آخر زمان نزدیک آمده است. اول دیو پیدا شد و مال و حالمان را برد. اکنون در تیر ما این خیل رد و برف کلی نبود.
کسی دست برداشته آمین کردن نتوانست. 7 مردی حضرب در بین پادجا چون سنپشت گردن به درون کشیده نشستند. باران همانا میبارد. نصف روزی باران مانده است. اکنون آفتاب تیرماه با غیرتی تمام این همواری بیدال و درخت را می سوزاند. سنگ تصف کوهستان گرمی آفتاب را دوچم کرده این موضع را به بوخانه تبدیل داده است. مردان در همان حالت پیشتره با دست و پای بسته نشستند. فقط اکنون در نزد هر کدام کاسه نیز گذاشته شده است. همه بعد شاخباران این سوزانداری هوای بیده گویا در درونی تنور نشسته باشه. یکین از این تنورتون بوی شاشگو میاد. آخانده تپکچه علو. چی؟ من میگویم که ما در درونی تنور نشستیم که سرگین علو کردن. همین رو هم نمیدانی؟ همه این معجزات این پروردگار است. مکران اگر همین آدم یگان کاری حد داشته باشد به طهارت نماز خواند می شود؟ نمی شود. او من خواندم شد. وقتی خواندن نماز در زیر زبان یگان مسخالکت ناس هم بود؟ واقعا بعدی خوردن تام فراموش کردیم فرماییم که به دهانمان یک کپ ناس هم پرتافتن کو؟ یا بعد باز یک باری دیگر می پرتافتن خوبتر می شد. کنه داملان مکران به من فهمم برای چی این خیلی داد و وای و ناراضگی کو نوح برداشت. همه امانت سیل میبرن، قسلاق جزیر میشود گفته فیغان و وایلا کن. من خبشیستم 32 دندان سفید نکردم لیکن بر خانه مرا زد. نه تنها زده است بلکه سوزاده به خاکستر یکسان کرده است. آخر برای چی؟ برای چی؟ این هم معجزات پروردگار است. غور من این را خودم به تو هم میدانم که معجزات، لیکن تو سببش را به من فهمون. سببش همین که تو غور یک بار بسیار با بلندی برآمدی. بلندی بعدش هم فایده نداره. عجایب کو در پایان خانه سازی سیل برد، در بالا برق زند. ما چیکار کنیم؟ سرمانه گرفته از این قشلاق برآمده رویم یا تاج برین رفته به یگان گبری نامسلمان مردی کار شویم؟ غور رفتن چی در کار؟ یگان کمری شمال پناه کوه یا بو خانه انداز. آن وقت نه سیل میبرد نه برق میزند. عالم گلستان. اگر ترما پچک کردن نگذارد. سرپرتایش نمیگویی مردت سگای شکاری هم نمیاد. این در روی زین برای خانه سازی ما دیگر جای نمانده بود است. خانه سازی چی در کار غور؟ خوراکش کمسیری زدی، دست و پایت خوش رو یکت بستگی تقت خوش مردشی؟ وای مردک که آمد کشتم یه پرتایت انا من جانت خواست. حدا نمی کشتگیسته؟ ما از گپش نبر آمدیم یکش رو دو نکردیم. آید این مسئله محقق قریه های دهات نیرازیک چونی می نویسد. دانستن آن که اقامتگاه های کشاورزان اعضایان عادی جامعه چگونه بودند و در کجا ساخته می شدند اهمیتی کلان دارد. اما تأسف آور است که تا امروز در این باره معلوماتی نیست. بچه ها همه قرد دش از زند بنگی که همی دنیا دارد چنا کله خم کرده خوب بزده است که
رگش نمیجومده قمچی نخورد از یزنش گپش شنید شکمش شیر اگر زنش پس از خوراک پینانی یگان پرچکک از همان زارمانده به زیر زبانش پرتافته باشد دیگر چی جای غمی دنیا را خوردن؟ نو چرا تو غمی دریا را میخوری و غمی خانه مرا نی؟ و برای چی به مردم نمیگویی که اوی هم قشلاقی ها خانه همین بیچاره را برق زده است زمستان کودک و چودکای در بیرون میماند و بیایید حشر کرده به کمبغل یگان خانه ساخته دهید خودت را چی بلا زده است که نمیگویی؟ یا برابری دست و پایت را بستن زبانت هم از کار برآمده است؟ نه از کار نبرآمده است لیکن میترسد که بنگی برین چند قمچین نصیبش نشود گوش کن خود تو بهتر است برای خانه اندازی به بنگی مراجعت کن وای الک قمچین خورده عادت کردگی یک قمچین زیاد یک قمچین کم یا چی فرق دارد تو دلی بنگی را یاب ماند همین بنگی بیچاره یک دم خواب رود حدها بیدار نکنید به تقدیر گوکوی بر اومده هم شته خورد و هم گپ شنید تو خور اگر زنده مانی با معلم گپ پزان وای با طلبه هایش در رو گوش کن کدام معلم؟ در روی قبر معلم علاقه سبزه روی من با شما گفتم که با گمانم در تمام گرد و اطراف بغیر از با جانزاد زنده ماندگی نیست دایم همین خیل نوبت خانه سازی ما که آمد همه را بلا می زدن یا آدم زنده نمیماند حتی نو هم مایلش آرام شو اگر زنده مونه من و مردم میگویم همین گپ های بهونه مانتان آقا برای خدا آدم بیدرنگ دل نکنید آرامی زمانه ظلم و ستم بیرحمانه و خرابی های مملکت ترقیات فرهنگ و مدنیت را باز داشتند ولی نقل کن دین شب در وای تئاتر آمدگیت چیکار بود؟ یک احمقی یک دهمرده بزبله در کوه با یک زنک بیگانه از کیم کجا آمدگی وا میخورده است و هیچ کار نمیکرده است باید چی کار میکرد؟ خودت میشودی چی کار میکردی نو؟ وای زنک صاحب نداشت من صاحب داشتن یا نداشتنش را نفهمیدم لیکن خودی همون زنک دلش کشال بود توبه تو از کجا میدونی که دلی وای زنک ترشی میکشه؟ این خودش حده هم معلوم شده میستاده است لیکن ده مرده گولندی گوش کن حده ها اوای بیچاره ایزا کشیدگی است آدمی بسیار همه گپ هم در همین که هر دیشان تنها بودن دیگر هیچ کس نبود خودت گفتی که آدم بسیار بود که خواب بود با این مرده گپ زنم مولاش کنم ما آدم نه تماشابین بودیم در صحنه همگی دو آدم بود یک ده مرده و یک زنه که از کیم کجا آمدگی و این مرده که گرنگ هیچ کار نکرد وای یگان ده مرده کسلی مردنی بودگیست این نشوید وی با تو گفته ایستادم که یک ده مرده خیرس بر این بزبله او آدمی کسلی از کو خیسته با کیم کجای دنیا با مملکت بیگانه خانه همون زنه که کافتنی میرود خوب مرده که بلا بوده است زنه که برده در خانه خودش نیده زنه که بیچاره حتی زاری کرد که از راه دور آمدی یا یک بیگاه مهمان شو این ده مرده گرنگ دو پای در یک موزه لغت کرده نه میروم بچه ها خواتر میشوند اگر خواهی بیا همراه من رویمو در قشلاق من توی نکاح کردم میگیرم میگوید نیستاده ابله آدمی مومن مسلمان بوده است مراد همین خیلی مسلمانی اکرا نخواهی زنگی تیار است وای داماده بیچاره از پسی ما گشته اقلا یک تماما عقلش کم شده گیده من میبودم رت سیاه کردی یزن مکران باز شان دعوای ملاقی و مسلمانی دارد تو اول حسابی همان زنی خودت یاب هر سحر دویده
پیش زنی من شکایت کنی ناید؟ من چیکار کردم؟ همه گپ در همین که هیچ کار نکردی. بیا همین گپ های ما بنگی. در این بین ماجراهای عائلوی آغاز شد. مادر محمد خوارزمشاه ترکان خاتون اهل دربار و سرلشکران را بر ضد پسرش شور میانداخت. یک باره مگزینچگی پرتافته ملا شدن بی بلان نبوده است. من گفتم وقتی به ما خوراک دادن زنهایمان دم به دم ناسکدی کاش خوشروی گفته دست به کیسه وی زدن ینگه یگان سبب دارد. بسیار نگذران خود من دخانم نگاه کرده گفتم. چه غور در قشلاق تو بر این دو ملا باشد دیگر دشمن در کار نیست. پمادر آب میماند. باز من اونو حیران میشیم که خانه امان رو سیل میبرد و برق میزند. این قشلاق را کی ها باید بلا میزد. با کثافتی شما بلای آمدگی کار از من سر کرد. بنگه این چی نامقولی کرده بود؟ و همین گپ به گوشی زنی واهیمه رسد آیله هر دو اما شرمنده می شود. تو عقل داری یا نه؟ دو آیله نه، سه آیله. شخصا زنی من اگر ماجرای ناسکدو را فهمد همه چیزم رو کنده می پرتوید. کوچ با گمانم کار تو تمام. واهیمه در همین جا همه را شنید. زنش دوگانه زنی تو. باز با گمانم هر دویشان شیر نوبت هم هستند. این خبر تیز پهن می شود. حالا که دیر نشده است ناسکدویت را به مکران تحفه کن. کار دیگران کنند و دغدغه‌اش به سر ما کو. باز زنی مرا با بند در آورده گناهکار کردنی هستید. چه من یگان بار دروغ گفتم یا یگان کس را بیهوده تهمت کردم؟ چرا شما گناه خودتان را به سر دیگران بار میکنید؟ دین من گاوت را از دست یافته آوردم و تو به جای رحمت به چهار اقلیم جهان جار انداختی که من با تو زنازنی کردم. این تهمت نیست؟ خیلی سگ هده به صاحبش معلوم میشه. کی سگ؟ تو این سگی از همه بلند آوازی همین قشلاق اساساً تو هستی. قومی فلاکت زده. با شما گپ زنی گنده شدی، گپ نزنی آدم را خر بر این سوال میشوید. ای بنگی بیهنری یزنت را ناسکدوکابی خواهرت را خودت در بین مردم اعلام نکنی یو گناهکار انمی واهیمه یو زنت؟ حالا گپ نزده ایستم شما فرو رفتن خانه غر هم از من میبینید. واقعا خبری بر زدن خانه مرا همین زنی واهیمه آورد. در بالا هست. خودش خوب میداند که کی را چی طور جزا دهد. درست واهیمه. فقط علاجی توی سنتا نیافته ایستاده است. نمیداند که با کدام را جوغ شما را بنده. خبری در هیچ جای نبودگی هده در قشلاقای همسایه پهن میکنی. تو علکی از عنوان قشلاق واهیمه بر آمدی. با تو اکنون کمش رای واهیمه یا آبل واهیمه ناموندن در کار. اشکال این بزنش ناغیه واهیمه ناموندن. ای مردم اشکمتان که سیر شد باکی در افتادنتان را نمیدانه. در همین حالت ما وقتی هست که با هم دیگر دست بگریبان شده. امان نوحی ملا خپک شیخکا بالای بام همین خپکان کارش تمام گفتگی بریم تو هم وقت و به وقت مردم را نصیحت کرده به جانشان میرسانی. کی میداند ممکن سبب همین بدبختی ما هم تو باشیم. دایی مردم را میشنانی نمیمانی که یک نفس در عالم یک دمی بیغم زنی. راست کی میلای خورک برین یک اون کلند از دست تو به زمین نفتید که نفتید. باز به همه وعده میدهد که خانه اشان را ساز کرده میدهد. تو اول همان عاقل و کادانی خودت را از دست برآور. بعد غم دیگران را دیگران را نصیحت کرده به مسجد و مدرسه دعوت میکند با اگان. در یک قشلاق یک ملا بس که هیچ کس در مسجد دیجور نمانده است. های کاری خودت کن. بیچاره مکران مسجد گفته از خانه از بیخبر مانده است. تو باشی نان حلال او را نیمته کرده نمیخواهی.
چرم داره نانی مکرون را نه نه کاج نیمتا کردنی بود من آنچه نیمتا میکردگیه انا باز مسئله نسکدو برآمد. توبه اکنون همه‌تون با کاج بیچاره چسبیدید. چرا من من چه گناه کردم؟ میمردی همون نسکدوی زارمانده تا همین روز نبیاری. من هم گپ نمیشونیدم. نوح زور زده دست و پایش را آزاد کردنی می شود. آنی که دست و پای مرا بستن از این سگان پرتافتی، بر پدرت لعنت. اگر زور باشی بیا مرا کش. تو فلاکت از کدام نمودی آدم هستی که یک قشلاقی کلان را چپا و راسته کرده رفتی؟ چه داد رزنم؟ اگر وای بلا فهمیده ماند باز آمد قبی همه آمدون نکنه. آقا ما شوخی کرده. شوخی چی؟ تو شوخی رو هم نمیفهمی؟ ما همون میدونیم که تو مردکی زور، کارگر، خدمتگار دستت به همه میرسد. فقط داد نزن، کارت رسوا نکن. این قدر زور و ناترس باشی به خانه رفته در آنجا داد زن و در اینجا ما را به بلا گرفتار نکن. ما با همین زنده ماندنمان هم شکر میکنیم. حال ما را تباه نساز. از این تباه تر باز چی حالی هست؟ تمام این داد را تمام عالم شنیده. خانه همون سوخت. همه مهنت خاموش ایستادگی همون برباد را. زنی مکران می آید. همه یک باره خاموش می مانند. در چاچ و ایلاق ناآرامی بود. در چاچ بسیار پیروان مقنع پنهان می شدند. برای حکومت مخصوص دسته های غازیان خوفناک بودند. هیچ گپ نشده است. کیسه کاج شکاف شده نوزکدویش افتاده است. شوی تو نوزکدو را یافته به یک دهمرده از شهر آمدگی داده است که وای آن را برده به کدام یک زنک کسلی از کو فرامدگی دهد. بچه اگر همون تئاتر آمدگی همین بیانات غور شنود دیگر حیات النبی قدمش را باید طرفا نمیماند. کدوم ده مرده او کدوم زنک؟ باز میگویم که فقط من واهمه میکنم. زنک تو بلغلقی اینا اهمیت نده. کنی خبرهای آخری را نقل کن. های ملای گرسخته تو کی باز به زنهای کسلی نوس برک شدی؟ یا بگمانت زنهای صحت الکی از قدمهای تو گل میچینند؟ زنک مهندرازی عقل کن تا حالا تگی گب نرمیت داد و وای اینجا گب دیگر بود. من تگو توری توی خوب میدونم. تو فلاکت اول حسابی خوندی خودت یا؟ نیست ینگا تو هم در را بسیار بلند نرو. گپی شاورت راست وای گناهگار نیست. آی غور اما خورگورت از سرت ماند. هنری فهماندن که نداری اقلا خپیست. من طرفی مکرانه گرفتم. همین طرفگیری سرت خورد. تئاتر هده به نوزکدوی من چیکار داشت؟ نمانده که واهمه همین گپ درست‌تر فهماند. تو باز نوز کشیدنی کاج خپک؟ نگفتم که احتیاط شو نوزکدویت را گم میکنی. با من نزدیک نشو. من بهتر از نوزکدوی بشوی تو پدرکه میکنم. این هم در قطار مالی بردگی صدقه سرم. با چی قدری که خواهی کیسه شوهرت کپ. در کیسه شوهری من کایک بوچگس میگردد. دست زنی چنگش به هوا میبراید. اطلاعگران زود حس کردند که ثروتی غارت کرده و جبران ستانیده را به حرکت نگاه داشتن خوب نیست. با این ملاحظه آنها به خریدن زمین، عمارت‌های شهر و استاخانه‌ها سر کردند. کیسه شوهرت هم شکاف بودگیست.
همه گپم در همین که نیدم. تو لغلق کم کنو، خبرهای آخری را گوی. در پیشنال چی گم؟ چی گپ میشد؟ زنی غور بعدی در گرفتنی خونش کودک و چودکش گرفته با قشلاق بالا به خونه پدرش رفت. میگوین که خونی نوفش در همانجا ریختگی. یک قسمی مردم با کو گریختن، بعضی ها با اوغیل و قهدانهایشان در اومده پنهان شدن. این نسیم دوز را خدا داد است. وی با دو سه بی پدر همراه شده خانه ها را با قول خودش چیز که کرده گشت. از خانه معلم یگان خبر هست؟ از خانه معلم دود میبراید، دود، لیکن یگان کس جرأتی به آن طرف رفتن رو ندارد. در این مکتب بستگی. انا نگفتم اینها معلم کشتگی و اکنون خانهش را آتش میزنند. واقعا اکا بقای شما همراه مادگاوی هدهه گریخته به حولی ما اومد. تو من خبر شدم که تمام پمیدورها را پایمال کرده. پایمال کرد؟ مالی ناز قصد صاحب باشه میگیرن. مکرم من با تو نگفتم که با بانگیس هنو من نکن. انا اکنون از پامادور هم خلاص شدی. چرا به حمله یگان کسی دیگر نیومد؟ به حمله من می آمده است. پامادورهای من چه گناه داشتند؟ همه این معجزات پروردگار است. و برزگاوی بیچاره به حولی اولادیش آمده است. او خودت گفتی که او چکلانش از همین طرف ها بود. سلطانی بزنت بودگی. نوای هم هدهه عروسش را آورده به خشم تبارش نشان دادنی شده است. اکنون هر دیما خدا بشوید. اگر وی دیو با گفتن مولی گم شده به حولی خدا بیاید ده. تو دیگر به خانه نرو. بخواه اکا در کجا؟ من هر دویش رو با اوغل در آورده محکم کرده بودم، لیکن آنها دری اوغل رو زده شکسته برآمده رفتن. انا خدا صد وی پیگاه رو گرفته راست به خانه تو می آید. مکران دعایت را خواه. وای داد این چی روز سیاه بود. رفتن گودگاه گیرو به خانه اکاد رو. قسم چی می شود ملا مکران؟ اگر روی پایت رو میشکنم یا باز چی نامعقول میکنم گفته یکی بود؟ من قسم پسم نخوردم. راست خواهر کودکایت را گیرو به بالا به خانه من رویتان. من اگر زنده مانم تاوانی بقه را از هدهه میگیرم. وای گوی من نبوده گیشته؟ انا اکنون همه چیز جای خودش رو گرفت. زنی غور بعد سوختن خانهش به وطن خونی نوفش ریخته برگشت. زنی مکران هم به حولی پدری برمیگردد. بقه عاقلی اولادی رو خبر گرفت. جنگ بنگی و مکران پایان یافت. عالم گلستان. فقط بینی تو یگان جای معین نیافت. دایم خودش رو کج و کلیپ کرده با یگان جای میقلانده. گوش کن بای من ببینی من کارتان نباشد. دیگران همین قدرش رو هم ندارن. یک روزی درازه بیهوده کور کردیم. های مردم از روی فهمیش من بغیر از همان مخلوق که آمده ما را بستگی دیگر هیچ کس چیزی را ندیده است. فقط آوازهای دروازه بسیاری هست و خلاص. بیایید به سر یگان فکر سالم بیایید. چه فکرهای ما کسلی بودن؟ یا تو هم میخوایی که از خانه‌ات مثل خانه معلم دود براید؟ خانه نوح نمیسوزد. آن قدر آب زده شده ای که دیگر در نمیگیرد. برای همین هم زبانش دراز. حاکمان ولایت‌های مختلف این دفعه هم نخواستند با هم متحد شوند. حس ناباوری، اغوا، سوءقصد و خیانت آشکارا زمینه‌های مساعد اصلاح را فراهم کرد. خدا اومد. پودامون اومد. انا چنگ رو میبینی؟ بلازد این چنگی پوده نیست. با خیالم همان دیو با تمام لشکرش برگشت و اکنون چنگی ما را به هوا میبرارد. جانتا کج کن گوریه
کجا گریزم تلخ کفها؟ وای لشکر پشکر نیست. هو انا پیش سرکه از امکش تلبیده نوهو از قفایش مدگاوی هدهه سور کرده بوقه اکم اومده ایستاده است. این پاده خودمون. هدهه این گاوی تو سیرشوی نداره؟ بوقه تو گاوی بیچاره از پاده به قشلاق و از قشلاق به پاده سور کرده گشته است تو؟ حالا گاو اگر از دویدن سوخته باشد تاوانی گاو تو ندی. زنک پادبان را بین؟ وای پادبان حالا هم همان دیمه است یا یکون مخلوق دیگر؟ پادبان حالا نمی نماید. انا یک کس توفت دو کس سه. وای معلم همراه کودکانش کو؟ معلم و بچه هایش پادهمون رو آورده ایستادن. هممون فراموش کردیم که امروز نوبت پاده معلم بود. وای بلا چی شد؟ انا بلای میگفتگیتون هم نمودار شد. وای با اسب معلم هیزون بار کرده است و خودش اون رو ایتا کرده میارد. با فکر من وای معلم و کودکانش رو اسیر گرفتگی و اکنون حاضر آنها را آورده در پیش چشم ما کین و عذاب میدهد. اول واهمه کرده که معلم کشته اسبش رو گرفت. اکنون کین عذاب را بافته برآوردی بی. وای دی به طرف های ما نمی آید جنگه. حالونی وای حاضر در نزد معلم ایستاده چیزی میگوید و به سوی ما اشاره میکند. معلم نوروزیانه سر میجنباند. اکنون وای لجام اسب را به معلم داد. یراقش را هم به بالای هیزم پرتافت و خودش تنها به سوی ما میآید. قمچین دارد؟ قمچینش در دست است. تمام کلماتون رو گردانه. وای انیق با کشتن ما میآید. زنک گریز گفتم گریز. نمی گریزم. وای خودش تنها با یک قمچین. شما 7 خوک میری در همین جا. زورتون به یک کس نمیرسد. من حاضر دست و پایتون رو میکنم. زنک تو میدانی من آدمی دست و پا میکشادگی رو چی کار میکنم؟ میدونی؟ بسیار بفدارانی نکن. تو وای رو نمیدانی حالا. ضرب کمچینی رو از اکند پرس دستانی ما از گریه ریسمانش تماما برم کرد. دستانی ما رو وای نه خودمان بستیم. آی نو تو چی را پشتگیری میکنی ها؟ تا حال که تو ما را بشوریش کلی حبت زود جا بجا شده. کاری کنه دوکی وای به غضب نهاید. گمان کند که ما همه حاله که وای بسته بود همه خیلی نشانس نیه. آی مردم همین جنگه ما راست میگوید. آخر ما بسیاریم. دامن تنگیر نو دامن تنگیر. در لحظه های حل کننده یکی از سرکرده ها به منتصر خیانت نمود و این تقدیر محاربه را حل کرد. مرد ناشناس در آمده با دقت همه را از نظر میگذراند. شما کی هستید خانم؟ من زنی مکرون و خواهری بنگی. شما چه قومی هستید که حتی نامهایتان به نام آدمان مانند نیست؟ کی در اینجا به ترتیبی کرد؟ کی نیت خودش را نجات دادن یا کشتن مرا داشت؟ تو؟ نه وای ما رو از راه زدنی شد. ما رو با بیهنری طعنه کرد. وای ما رو بیخور خدا بزدل گویان تحقیر کرد. ما رو هر چند روز با ما عقل یاد دادنی شده گفت که مسجد و مدرسه رو فراموش کنه. سرخانه وای را برده است و وای باشد ما رو مجبور کردنی که لب دریا رو انوای سنگدیوار کنه. با من همینش علم میکند که
قمچین من خوردم و وای مردم به راه کردنی. لیکن ما با گپ وای ندار آمدیم. تماما ندار آمده. جای قمچین درد میکند؟ کم درد میکند. دروغ میگویی. خواهر این قمچین را گیرید و چقدری که دلتان خواهد به سر و روی و پشت و پهلوی من زدن گیرید. گپ در این که این قمچین از لطه ملایم ساخته شده است. درد نمی کند. تمام یراق دیدهتان هم چوبین بود. لیکن شما از ترس با آن درست اهمیت ندادید. نوابسته به دور و زمان نژاد و ملت را آنهای نگاه می‌دارند که در رفتار و کردار از توده، از پاده، از رمه فرق می‌کنند. شما آزادید. من از همه شما برای هزل خنک امروزم عذر می‌پرسم. یا نوزم بالله، او این همان ده مرده دیروزه کو؟ همان ده مرده؟ او همانه که تو کسلی و گولندی گفتی، آرتیست، همانه که وای زده که هیچ کار نکرد. بله، من همان هنر پیشم، اکتیور. من امروز با شما آن کار را کردم که 700 سال پیش لشکریان چنگیزخان با اجدادان ما میکردند. یک سرباز خودش تنها به دهه در آمده میتوانست مردمی به ترس افتاده را بز و گوسفند بر این بسته به صاحب خود برد. کسی به آن سرباز مقابلیت نشان نمیداد. همه در ترس و جان اموال خویش بودند. دیشب من مهمان معلم بودم و با این مرد دانا بحثی دور و درازی داشتم. من به معلم گفتم که محض حسی ترس ما را بارها بی دولت و بی صاحب گردانده است و از زمانهای قدیم تا امروز همین ترس حاکم فکر و عقیده و عقل و دل ماست. معلم به گفته من راضی نشدند. آن کس به من گفتند که از آن وقتی که انسان از درخت فرآمده در روی زمین زندگی کردن را آموخته است، در وجود او تغییرات زیادی به عمل آمده است. ولی متاسفانه شما اثبات کردید که گفته من نسبتاً راست برآمد. شما به واقعی که 100 سالها پیش روی داده بود عیناً آن بهایی را دادید که اجدادان ما و شما داده بودند. من و شما می توانیم درباره خری همسایه همان ساعتهای دراز بلقیم که وای به پالیزی کی در آمد و خری کی را خورد. ولی همین که صحبت از باب قوم و نژاد، وطنداری و وطن دوستی رفت، خوابمان میبرد. ما روز تا روز با آن مره نزدیک شده ایستاده ایم که از نو به درخت برآییم. من بار دیگر از شما معذرت میخواهم که شما را از کارتان باز داشتم، هرچند گمان میکنم که شما بغیر از غیبت و واهمه کاری دیگر هم نداشته اید. از افتش بیش از همه من در نزد شما گناهکارم. نه، اگر مرگ امان دهد آرزوی با شما هم صحبت شدن را دارم. الحال مرا ببخشید که یک روزی عمر شما را دزدیدم. من میروم. خواهر به نه مدد کنید دست و پای بنگی و مکران ولاق و پوست های دیگر را کشایید. هم دیگر فروشی و یک دیگر پسزنی را کمتر کنید. با این احوال از آدمگری برآمدن ممکن. در امان خدا باشید. ناشناس می رود. در نتیجه دولت سامانیان سست و ضعیف گردید و به تصدیق ترکای قراخانی ایستادگی کردند. وای دیوانه بود، هوشیار بود، چی بود؟ همه را مونده نه را تعریف کردی؟ کنی دست و پای مرا خشایی؟ من وای متهم را دستگیر کرده با وای یک نغزکک صحبت کنم؟ نو
به نزد مکران آمده دست و پای او را کشودنی می شود. نکشو نو نکشو. ای خدا گیرد شما پهلوان های سری دیگه اوشایی. اگر در دستم قمچینی حقیقی می شد و نوح می فرمودم که همه تان را تا مردنتان قمچین کاری کنم. آخر همه اینها شیران میدان غریب به خاک پایتون نمی ارزن. نو همین حاضر در پیش چشم خودت اینها تو را چون گوسفندی دزدیده شده با نرخی ناچیز فروختند و باز تو دست و پای اینها را میکشایی؟ من گمان کردم که تنها شوهری من از سایه خودش میترسد. اینها همه کل دادری کور بودن. تا از پای کاری خودت شونا رفت دمی رهی سیل رو گیر که قشلاق ویرانه شود. من رفته همش رو بزنی واهی من نقل میکنم. بعد بگذار هر کس آمده حیوانات خودش را از سری پاده به خانه‌اش برد. شخصا من حال و وقتی با اینها سرگردان شدن را ندارم. مالهایم از پاده آمدن رفتم اونها را جا به جا میکنم. صبر کن ینگا. من سبب قهر و عتاب تو را میفهمم، لیکن از عاقل خالی گاو شاخزن بگفتند. نینو همه گپ در همین که اینو حتی گاوی شاخزن هم بودن نمیتوانند. غیرتشان کمی میکنند. جغرافیدان عصر ده ابن حوقل در میدانهای سمرقند مجسمه های اسبا، برزگاوها، کوهی را دید که از چوب سرو تراشیده شده بودند. رفتیم نو به خونه معلم از وی مصلحت میپرسیم. حالا به ما معلم لازم اینها نه. نگفتم ها؟ نگفتم همش عیبی همون معلم. ملقدو مردم را بهپا میکند، بعد جزایش را ما میکشیم. در معرکه شدی با آدم گپ نمیدیدی؟ من با دولت و دولتداری چیکار دارم؟ با دخترهایم برای سرگین جمع کنی تاوره خریده نمیتوانم؟ آقا لیکن خر چارنال میکنی. آقای خر چیزی درکاری؟ اصلا گیریم همین معلم با کی در کن. دو این بحث کرده همه رو بشور میاد. با ماشین میآید و همین در و گپه از حافظ و خیام سر میکنه. راست میگه. واقعا امروز احوال کروس چی شده باشه؟ از من خلاص شدم برابر رفتم معلم را از قشلاق پیش کردم لازم کنم. بعد میم بر همین خیل مهمان های دیوان فیل را به طرف های ما دعوت نکنم. ای مردم ما را از بند خلاص کنه. ما معلم را از قشلاق میرانه. اون وقت هده عالم گلستان می شود. راست گفتی. نصر علاق بخارا را اشغال نمود. عبدالملک مقابلت کردن نتوانست. همین طور دولت سامانیان کاملا برهم خورد. شما ماجرای سری پادنم رادیو پیسه نورالله عبداللهیف را شنیدید. در آن هنرپیشه های تئاتر اکادمی دراموی به نام لاهوتی، تئاتر جوانان به نام واحدف و تئاتر آینه اشتراک کردند. تهیه‌گر و برنده خیرالله ابراهیم، یاور تهیه‌گر سنگین مراد قرچیف، منظم آواز معرفت خالق و محرر ارونی نظر.
این رادیو پیس سال 2003 ثبت شده است.